مسئولان فدراسیون کوهنوردی افغانستان میگویند که ارزیابی نهایی ورزشکاران در بخش صخره‌نوردی و سنگ‌نوردی در طبیعت با همکاری مربیان و استادان کوهنوردی از کشور ایران انجام می شود. به گفته آنان، بامیان به دلیل داشتن مناطق کوهستانی و قله شاه فولادی با بیش از 5000 متر ارتفاع محیط مناسب برای رشد ورزش کوهنوردی است. ارزیابی‌های نهایی تیم ملی است که انشالله مشاهده میکنین برنامه صخره‌نوردی و سنگ‌نوردی در طبیعت را داریم که توسط اساتید کوهنوردی کشور ایران بررسی میشن و ارزیابی میشن که انشالله یک تعدادی از جوانای افغانستان که از ولایت‌های مختلف آمدن به ولایت بامیان به تیم ملی کوهنوردی و صخره‌نوردی راه بیابند انشالله. اینجا ورزشکارها در سبز ولایت بامیان آمدن که تقریبا به حدود 90 ورزشکار از 9 ولایت کشور در این مسابقات ما اشتراک نمودند. اومدیم مناطق رو بررسی کردیم، مناطقی که برای سنگ‌نوردی مناسب هستش، چون بخشی از کار ما کار سنگ‌نوردی است، بخشیش قرار شد که تیم ملی افغانستان رو ارزیابی بکنیم. ورزشکاران اشتراک کننده نیز از برگزاری این برنامه در بامیان استقبال کرده و میگویند در جریان این کمپ آموزش‌های تکنیکی و اصولی کوهنوردی را فرا گرفتند. خوشحال هستیم که کمپ آموزشی انتخاب تیم ملی کوهنوردان افغانستان در بامیان دایر شد و در این مدت ما علم تکنیکی و مسلکی کوهنوردی و سنگ‌نوردی را آموزش دیدیم. امروز آمدیم برنامه صخره‌نوردی سنگ‌نوردی هم که میگه تحت نظر استادایی که از ایران آمدن به ما آموزش داده میشه و ما آموزش میگیریم که در آینده بتونیم به تنهایی خود از چیزی که از اینا یاد گرفتیم یک دیواره صعود کنیم. و ما خوش هستیم. ولایت بامیان شامل ولایت باستانی است. بر علاوه از باستانی بودنش ولایت کوهستانی است که زمینه برای کوهنوردی و همچون مسائل زمینش مساعد است. بامیان در سال جاری شاهد برگزاری رقابت‌ها و برنامه‌های ورزشی در رشته‌های گوناگون بوده و با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی به یکی از ولایت‌های مناسب برای میزبانی رویدادهای ورزشی تبدیل شده است.